گفتم تو برای این فیلم 30 مرغ میگیری. مسخرم کرد، گفت 30 مرغ بگیری. تق. خب مایا پتروسیان آخرین کسی بود که باش قرارداد بسته شد، تو دورخونی های ما نبود و وقتی وارد کار شد عصبی شد. اون از تئاتر می اومد، از معرکه در معرکه میر باقری اومده بود تو فیلم ما، یعنی از های اومده بود یه جایی که باید اینجوری می بود. رفتم پیش مایا گفتم که چیه؟ گفت آقای مؤتمن شما به من میگی از چشمت استفاده نکن، از میمیک صورتت استفاده نکن، از دستات استفاده نکن، من نمیدونم چه غلطی باید بکنم. مایا میگفتش که این فیلم بد میشه، 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 این فیلم بد میشه. یعنی 10 بار گفت که این فیلم بد میشه و من بهش گفتم که خب مایا این اولین فیلم بدی نیست که تو بازی میکنی. گفت خب نه. گفتم آخریش هم نخواهد. گفت خب بله. گفتم خب چرا انقدر سخت میگیری؟ داریم یه فیلم بد میسازیم، بذار حالشو ببریم. داشت از در خارج میشد، بهش گفتم مایا برگشت. گفتم تو برای این فیلم 30 مرغ میگیری. مسخرم کرد، گفت 30 مرغ بگیری. تق در و کوبید رفت. این تنها 30 مرغ مایا پتروسیان. فکر کنم تنها جایزه ایه که البندی با عمرش گرفته برای فیلم برداری. و چقدر همکاری خوبی بود، چقدر همکاری خوبی بود. یعنی لزومی نداره که تو یک اگر فیلم مثلا خیلی روشنفکرانه بذارید بگیم داری میسازی، یه فیلم بردار روشنفکر بخوای. این هاست که سینمای مدرن رو ساخته. باید اینا رو بشناسیم تا بتونیم متوجه بشیم که دورمون چه خبره و داره چه اتفاقی میفته. یعنی شما فقط نمیتونید فیلم ببینید، در راجع به فیلم صحبت بکنید و فکر کنید که متوجه شدید. یک کمی باید تاریخ بخونید، یک کمی باید ادبیات بخونید، یک کمی باید تاریخ و هنر بخونید و تاریخ‌های سینمای ژان لوک گودار رو ببینید. مرسی.